رفقا سلام، وقتتون بخیر. اومدیم با یک آنباکس و بررسی دیگه از اتمایزر دیگه، اتمایزر روبیک. خودم هنوز بازش نکردم و اولین مواجهه‌ام رو میخوام با شما به اشتراک بذارم. من تیشرت اسپورتینگ لیسبورنه، گفتم یه تنوعی باشه، یه تیشرت فوتبالی براتون بپوشم. این پک ایرفلو چمبرای اضافه است، اینم خودشه. بریم سراغش. اول اینو بزنیم کنار، بریم سراغ اتمایزر. راستی اینم یک ویدیوی جدیده، گفتم با این عرضم به خدمتون که ویو براتون بگیرم ببینید به چه صورت. خب این لوازم داخل اتمایزره. این خود اتمایزر، بسیار دوست دارم من این اتمایزر رو، ولی خب میگم هیچ تجربه‌ای، هیچ باز و بستی تا حالا نداشتم و اتمایزر به صورت آکبند دست من رسیده. ببینیم به چه صورت. این اتمایزر که هیچ یک پین ایرفلو، یک پین دیگر ایرفلوهاش نمیدونم به چه صورت دوستان، حالا میگم چون تحقیق نکردم و ویدیو ندیدم نمیدونم به چه صورته، ولی خب نگاه میکنم بهتون میگم. این پک اورینگ و اینجور چیزها، یک عدد گلس اضافه، 2 عدد چمبر و این از این بره کنار. حالا اون یکی پک چمبرش اینا هم بیاریم باز کنیم ببینیم اون چی داره. این میشه، باز میکنیم اینو برمیداریم. بله، 3 تا چمبر و 3 تا ایرفلو به این صورت. حالا ما تو ویدیوی اول میخوایم چمبر اصلیشو تست بگیریم ببینیم به چه صورته. روبیک رو من از همون اولی که وارد دنیای اتمایزر شدم خیلی دوست داشتم و به نظرم اتمایزر جالبیه. خب این دیریپ تیپشه، حالا بعداً در میاریم. از اینجا اینجوری باز میکنیم اتمایزر رو. اینم به این صورته، چمبرشه و این دک. جالبیش اینه که نوشته که RTA، وایسید بهتون نشون بدم ببینید. خودشون هم به اسم روبیک RTA این رو میفروشن، ولی RDTA به نظرم. و داستان اینه که ببینید 2 تا از این بیلبیلک ها اینجا داره که جوس رو احتمالا از اونجا بکشه بالا، و حتی دک هم بالای تانکه و نمیدونم چرا به اسم RTA هست، ولی خب جالبه. خب این 3 تا اجزایی که خود اتمایزر داره این نوع هم هست و بریم سراغ ویکش یکم بگیریم. میگم یه ذره تو ویدیو باگ هست، ببخشید. اولین باره با این عرضم به خدمتون که چجوری بهتون میگم با این پوزیشن و با این دستگاه جدیدمون داریم ویدیو میگیریم، واسه همین به بزرگی خودتون ببخشید. خب اتمایزر رو میبندیم رو مات و بریم سراغش. وایری که میخوام استفاده کنم این دفعه ویپکس سیریمه، گیج 28 نایکروم 80 و بازش میکنیم. یه گره‌ای هم خورده، مهم نیست، گره‌اش رو باز میکنیم و به کارمون ادامه میدیم. با کفچین میچینیم، کفو به قول معروف میچینیم و میذاریم سر جاش. با این کویل جیگ و یا کویل راد دک تقریبا بزرگی داره، من میگم 2.5 ببندیم. این چند وقته چون من اتمایزرهای دک کوچیک استفاده میکنم فقط 2
2.25 اینا بودم. یه 6 تا رپ 7 تا رپ میبندیم و ببینیم به چه صورته. رفقا یه نکته رو بخوام بهتون بگم، حالا شاید خالی از لطف نباشه، داستان اینه که من مثلا وقتی که کویلو میپیچم با یه دنباریک میکشم که رپا تنظیم بشه، صاف بشه، قشنگ کشیده بشه که مثلا قطرا همه ثابت باشه به این صورت. و خیلی ببینید الان تمیز تقریبا در اومد. حالا یه ذره فاصله رپا رو ما تنظیم میکنیم، ولی این نکته خیلی نکته باحالیه که شما با دنباریک بکشی قشنگ کش میاد و درست میشه همه چی. خب یه پیشگوشتی 2 سو ور میداریم، این 4 سوه. یه پیشگوشتی 2 سو ور میداریم، باز میکنیم، این طرف هم همینطور و میریم تو کارش. اول این ور فیکس میکنیم، نگرفت مهم نیست، دوباره باز میکنیم میبندیم. حسابی میکشیمش که زیر پیچ گیر کنه رفقا. بعد دوباره این ور رو میذاریم بالا، از این ور میندازیم داخلش. نگرفت چون بیرون از این داستان بود رفقا، ببخشید یه ذره چون چیزه. الان زیرش بله گرفته یا نه؟ بله گرفته. اضافه های کویل رو میچینیم. خب نکته ای که داره ویک راحتی داره رفقا فعلا، یعنی همین کویل بستنش و اینها راحت بود واقعا. و ببینیم 2.5 کدوم ورشه، 2.5 همین وره. یک ذره صاف و صوف میکنیم، یک ذره باید بیاد این ورتر به نظرم. او 86 اگه معلوم باشه، 0.86 طبق عادت یه هات اسپات میگیریم، وسط داغ میشه. و همین رفقا بریم سراغ ویکش. پنبه‌ای که میخوام استفاده کنم یه دونه از اینا دارم، حالا نمیدونم واسه چه برنده، فکر کنم پنبه کله بزی بود، پی پی مادزه. این چند وقته میگم من کلا اینجوری هم که پنبه استفاده میکنم، چند وقتی فقط همون پنبه رو استفاده میکنم. الانم فعلا روی اینم، پنبه بدی نیست واقعا. این پنبه یک ذره از حجمش میگیریم چون قطر 2.5 از حجمش میگیریم و ببینیم میره داخل یا خیر.
بله رفت داخل و خیلی هم اندازه است به نظرم. به این صورت آشغال ها رو بریزید دور و پنبه رو فکر کنم از اینجا ببریم اوکیه. اینور هم همینطور. کمی شونه میکنیم رفقا. در حد اینکه فقط گره های نوک پنبه باز بشه. نوکشو میچینیم و هم همینطور و یک ذره باید بدیم ور. برمیگردونیم داخل حسچه. اینو همینجوری میذاریم، بعد با همون پیشگوشتی ریزه من دوباره صاف و صوفش میکنم، فقط در حد اینکه داخل باشه و بشه صاف و صوفش کرد. خب رفقا ویکه بدی نشد، قشنگ شد. جوسی که میخوام استفاده کنم جوس دارک مامبا از گلدنگیری که بررسیش هم براتون میذارم. این صرفا فقط ویدیوی آنباکس و ویک روبیک هست و حالا چیزشو بررسیشو براتون تو ویدیوهای بعد میذارم، چون حالا با یک به قول معروف نظر نمیشه به این نتیجه رسید که آیا مثلا بتونی تحلیل کنی. از اینجا باز میشه برای جوس ریختن و پر میکنیم و یک کام هم به افتخار خودتون. حالا تو نظر اول بگم که ایفلوش رو به شدت دوست دارم، خیلی جالبه. رفقا مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم. فراوون لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. ویدیوهای تحلیلش هم براتون میذارم. این صرفا ویدیوی آنباکس و ستاپ.